باقی مردم که یک غبار این نماسور از زیاد نه؟ منظور تو چی است؟ منظور از ما اینمیه که از دو که از دیست آدم بگیره به زور ریک نه؟ خب؟ آن منظور جمع که بود بهتر خب تمام چیز مولاتا رو نمیگه دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خستان باشید خدمت همه بیننده‌های عزیز. امیدوارم که جو روز صحتمند باشن، دوستا باشن در برنامه بود دیگه. دوستا این رقم دیگه که ما رو میگیریم سر کد بریم این دو ما هم تو خانه ما نمون رقم دیل آدم ها نمیخواد که این چیز کار کنی نکنی دیگه. بریم به او خانه که به حساب دست نیسته چیز کار نم. من تازه هم دوم از کار اخذر سر کار رکشه بودم. اینا رو بریم بالا به حساب حتما قد از ما باشیم دوستا که ما چی گفتنی داریم. خب دوستا قد از ما باشیم که بریم که چی گفتنی داریم. راست هسته؟ بیا که چای بردیز ما شد کن وی سکار نی کالا مالا پشتنی چیز دادم دیر سکالا شد نه؟ خواه بس کالاهای خود بسته شوشتم شامپو زدم. خواه چون ما الماری نداری کالاها بخیر دیگه قد میشه؟ کلش چیش داده در بزن نمت که گرفته نه؟ خواه بس تمامش شوشتم دیگه باش دیره اتو کنم از وقت سر کجبنده سر شیخ کنم نه؟ خواه به حساب داده ریدم که برو کجبنده رو رفته میگه زور کم نبود از یک رقم دیگه بوده گرد ولایه. خوب کده از بالای خمیر رو جمع کده دیگه میرز نظر از ما کمونی هیچ سر قربان مربان نزو اوضاع بسیار وقتی نهید که هر روزه ما ده بیرون میکردم دیگه دیشا و نه پریشا از بالا می رکشه والا رو بستر دیگه نفرای زیاد بستر دیگه کتم گروه هم وایش خودش نیدی نه؟ دیگه 54 نفر هم شاب از پشتی مدرسه گل پایبانی نه؟ وضعیت خراب دیگه هر جایی میتو بگیره با شدت میگیره دیگه اینجا هم که ما از تو مادی خلاصت دم قلمت دانستی که زاستم درس بخوانم همون اینجا کاربار کنی نال کاربار اینجا هم نمیشه مقصد کاربار هم نمیشه اینجا همون تو کار شده که دیست دادم رنتی کرستم ند پس پشت دادم بستنه دیگه هیچ کار نتینی بیارم در مکتب نمیله از پیش مکتب مرفت نال یک ماش تک یا بیچارگو دیگه مکتب نمیره نه؟ از ما زیاد شده از یک ما زیاد شده دیگه ما رید در نظر از ما دیگه قربان کوی نبو پیسه خمسه قربان ندی امروز دیگه میتو قشنگ جمع کده میده صابای پس بیشو بخیره آب غلطه بس شوخی نه خدای نه شوخی نیه از دو که امیتو بزدار از 20 آردم نیستا برو کنه در بیزیتی تمام چیز آردم جاگی آردم بمونه بهتر همونه نه بیزتی پرایی دیگه مورد مردم تاک نمینجی مثلا تاک مو کار نگرفته تاک مو دست کشال نکته سیلون اوضاع خیلی خرابه آره خراب هستم اوضاع خیلی خرابه هیچ گپ نیه از نظر از ما خوش شایع قدره خب من کامرمانی نیستم میجو بیره میجو بیره؟ باز ما میگم که از گبی اصلی که شایع بیشتر است نه این درسته که ما اونجا میگردم هم شایعه و هم جمعونه وقتش که بلیش بیرسته خوب سه جمعونه ما خو از نظر از ما شما خداخانه نه؟ ما تا بیگار سرکار دارم دیگه با قول ایران یک کف بازاری دیگه میگردم باشم چیز دوستای عزیز سلام چطور هستین خوبی اینجا را به خیر سلامتی نوقاتشون خوشه. من گفتم که آقای بهزاد سلام کلام در سالن دادد نان خوردیم اما ما ویدیو میگرفتیم چیز ویدیو میگیره گفت خیلی باز وقتا ما قنیبت ممکن دیگه نالی ما دوستا کالا و توکتم دیگه برقم که در افت آمده یک قشره و توکتم یک سزیر نان و توکتم برق میار تازه هم ده ما باز پلی چای خشته آمادم دیگه اینا آقای بهزاد قدشون قاطی هم ده اینجی پالوی از ما دیگه شما میشنوین که آقای بهزاد چی سخنایی داره و چیز گفتنیایی داره میگه که مثلا منظورش میگه که کالاها را یه سر قربان نزو یه خانه جای بجای نکو امور منی صاحب جای بجای کو که منظورش میگه که بریم دیگه دیگه فایده نداره در نظر از ما یه کنال بچه‌ها در مدرسه نگره نه بسیار ضربه اول نمیه نه اونش که ضربه است واقعا ضربه بنامو بال خدا شد امید اینزی دودن اولاد که تمام حاصل زندگی از من میار دویه
دادر این اگه درس نخونه هیچ فایده نداره. نه وش خسیه هیچ مفهوم درک منم خاطب حساب اینجا بدتر زیران شده نالی. اینالی مثلا این میرار بلدیز ما اولیشت که مکتبای زربسته کرد که مو باید اندمی مو فهمیدی بور بشدی نه ولی بلدیز مو کجا جای امن نسته که مو بوری اونجا جای امن دیگه کجا بوری خب بوری دیگه رقم شد کشورش دیگه رقم شد اونجا کشور شونی ما از نظر از ما خاطب حساب ما نمون خب گرچه اونجا مشکل داره نه آره ولی که بوری هم بعد اولی ما سرم مثلا میرخم سرم چی فرق نه یه هم کشتوی دیگه نیست مکتبای مردم مانی کنه از نظر از ما خیره امیر آسلک نی خونسردی حفظ کنی قدر عجله نکنی خب شاید دنیا زندگی این امروز را که اینی رقم تیرشتن امروز را مثلا ما مثلا شنان کچه خورده فردا شاید ده امروز نمونه شاید ولم وضعیت و اوضاع روز در یک حالت نیسته پیش روز یک رقم پس روز یک رقم هستن شاید بلکم خدای بلتیز ما میگرو باشنه یک روشنگیش نه یعنی اختیاری اخی مجا جاش نی مثلا نی خانر سایت بی زندگی سایت بی خشبش سایت ما گرفتیم این میرخم شده دیگه حالا که تمام چیز خلال موضوع پرک ده همه چیز پرک ده ما موضوع فقط یک ما چی داریم یک جارو برقی نداریم خلاص دیگه تمام چیز گرفتیم پرسه چی مشکلات ده چی سختی دیگه اینا رو پرک دی و آدم یک مپاس دیگه 6 سال آردیم پرش نه؟ آره تا یک سال نشده اما این منش تازه کنتره مشکلات ما خسرم به خدا این فایده نداره نه تبهزاد خب ما اون دفعه که از ایران گفتی بیا بوری نه؟ امیر خان ببور اگه دیگار هم کشت زمونده بلش تو گفتی بیا بوری از ایران قبول چی وضع دیگه؟ ولیش به یه جنوان قبول نم سایل کو یعنی دوستا واقعا وضعیت اتباع مهاجرین در کویت هم فعلا خیلی خرابه دیگه مکتبا بسته دیگه یعنی یک ماه بیشتر شد خب خیلی چی کار کنیم؟ معلم به خانه میگرم درس انگلیسی را یعنی خیلی انگلیسی باره سیه ولی معلم که بگیرم بیفایده به خاطر از اینکه دیگه پارچه مارچه نداره دیگه کدام نمره نداره هیچ چیز نداره فکر که مرا یک میخوانه علکی اونجا هم حال درسات تحتیله نه؟ آره زمستان شد امیره تنها در خدا تبهار را دیم مطلنی خدا کنن که مورا منجی بره خیره مو می قدر عجله نمونی شاید خدا مهربانه یک رو بله از مواز کنه یا مثلا گیل زیاره هم گفته کار نگره هرچند که ما میگیم که هر کس که در خانه خوبش یا زیاد دنبال شایع نباشه نترسه همه خیلی از این گپا کسته شایعه خب شایعه وام زیاده دیگه از نظر از ما خواردیم خود خمین جیده که مرکومور بگیری دیگه خود آته به حساب دوستا ما اینه سرنه افتر ایشته داد که ما از گفت نشتم گفت ما را گرفت ما کرافتم تو تنهای بشید ما میگه دیگه تو تنهای نگه صبح میگه صبح نگه تو تنهای بشید یک ما پاس میگه ما گفتم چطور کنی دیگه دیگه اینجا فایده نداره دیگه از ما این میت شده دیگه خدا نکنه ولی میگه تور بگیره اگرم گرفت خیر برو پس بیا دیگه نه یه تکی خانه من یک جای به جایی که نیقد بچه ها واقعا سخت است دوستا اگر ما وقتی به تنها بودی که اشکال نداشته که گفتی بری خیره و خدا دوستا پارسال ما قدم از ایران آمدی غزنی از غزنی رفتی جاغوری پس آمد غزنی که رفتی کابل این زادی از ما واقعا یک رقم شد دیگه سرگردان بود بدبخت سرگردان شده از همه چیز که هم بخی زیلش دادم بود با جای خانه دیگه بخی ما یک رقم بخی ناراحت بودم که چرا بچه های مو قدر که مؤدب بود و قدر ادب خوب داشت و قدر یا بخی یک رقم دور جانشی وحشی بودی وحشی شده از خاطر که از یا گله نبود در یک جای مو نبودی نه در هر جای میگشتی ما هم زی خاطر جان میگم آدم که در جای مکان آدم مشخصه خانه آدم مشخصه جای آدم مشخصه این واقعا آرامیش هم داره اولادای آدم خود آدم هم آرامیش داره آسایش داره اینا مثلا که ما از این خود رو سرگردون کنیم ما گواته به حساب رو میگم دوستای میر در شما میگم دیگه شما بگین در کامنت مثلا اینا رو کالا جمع تو واسویت به حساب ما کالا جمع منم امی خشبشا خانه ما چیز کار کنی خشبشا خانه مجبور دوباره بریم دیگه کار کنیم نه به حساب بعد از او بسم تا موری تا مایی پاسیر کم خانه زندگی ما خو مجبور ما خو مطمئنم که پرده گذاری از مونج نمیشه خیلی هم میگم که رافتیم مجبوریم کشتشتیم ولی برای واقعا سخته مخصوصا برای خودگون از بلسر که روز بروز بلده مهاجر زیخ شد مرا نه و اینجا مینا که تو افغانستان باری مجبور تو سنیران باری جمع آتی بحثا جمع نگوش کن و چهار طرف کویتا 4 چک پوست که 4 چک پوست برشتو نگه بگیره استوار از مکتب باق تعطیل شد دوستان دیگه از با خدای نخواسته یک جوری نجاری و رقم اسپیتالای کتا ده انجینی داخل
بردی نه؟ یک مریضی پیش من، یک پیش من از این تا بولان رفته نتونی، مثلا یک جای دیگه رفته نتونی ها؟ خدای نخواسته این مریضیه خبر کد نمایی نه؟ نه یک مثلا دل بگولم و پیر نداری مریض نمیشی نه؟ یک زمان خودت هم مریض میشه چه آدم مریض میشه یک مشکل پیش من آدم جای رفته نتونه بوری ترسولرش پلیس درا بگیره یا بوری دو اونجی اسپاس دشفخانه نگه مثال شی و این رقم سختی که ما سهل روز برای شما مرخم میشه ما میشنوی خیره چند روز نرو برو نرو رکشه رو بور نکو خانه بشی سنگ جای احترانگه خوب نه تو اینال فیلم گرفته بخش دوستا شریک بخدا ما بخید دل میدنم چند داره که ویدیو نمیدی نه بخیر خونجگر دوستا هم تسکار کردی بچون اید نمفهم پارسال که مون سرگردایی که از ایران گشته این مال هم اینجا میتی بلای بدبختی ده این زیاده خدا یک سلامتی بدیه دیگه این کارهای دو طرف هم معلوم نیه تو خود خوره مثلا سرگردو کنی واقعا بخی سخته نه بلده از من بلده همه ایمزی بدبخت ها که زندگی نه همین مهاجرینی که در کویته بشار بسته بلده همه سخته واقعا اولادایش مدرسه نموره یک کنجگری واقعا خیلی سخته عرضم به حضورشون دیگه مشکلی هر جای داریم مثلا از این در بازار کار داشتش رفته نتونه هم یک مشکل یک مریض داشتش بوره درا بگیره هم یک مشکل واسه این از هر جای بلده از یک لنگیه و این کارهای سازمان هم کسی بخی نامعلوم قبول داره؟ آره دیگه بلده هر کس یک تلفن بده کاره شما هستین نیستین هستین دیگه او هم خدایا جان شاید معلوم نیه یه فکر مردم هستن نیستن چیز کرده چی دلای سرزی مهاجر هستن نیه خدا اینو بخی خسته کنه باید بیست کار کنیم یک سر از تو نیه یک سر از اون نیه سر خلقای خدای ایران امسال چشکم شد کار نکنی برو ندیم آدم بدنه خوشنام نه هره واقعا اون خواسته مثلا همهش آدم در خانه خاک نه دوستا هم سخته نه یک ماه بکار دو ماه بکار سه ماه بکار کار خیش نیه او کار سه نیه مثلا ناته بحثات که یک شگرد داره قدم زور که مثلا برو مشابازم خوبه مثلا از ناچاری خوبه دیگه اینالی دوستا مثلا شما مثلا بگی نه ناته بحثات ما جدی میگم بوری دیگه نمیان که بوری دوستای عزیز قدم زی بچه ها قدم زی زمستانی دهی زمستانی کجا بودی؟ دیگه زمستان پشوری دیگه کجا بودی دیگه کجا شونی مثلا خدا یک سلامتی بیدیه درسته آلماتی ما اونجا آینده از ما چه رقم خواهد شد ولی دوستا نموشن ما نمیتونیم زکی رفته نموشن بخی سردرگم مندوم ما خود نخواه به بیزا جان واقعا سخته بلده من یه رقم اگه خانه بشی به کار حوصله نمیشه دیگه ایت کاربار سریع هم در اینجا نیه بلده از مون دیگه مردم های کاربار دارن بدبختا دستت استرس مرسه کار اونجا هم که مورا کس نمیده خرید نمیده مال این جمعیت ماشاءالله به اینجا سعی با خدا هیچ کس بر نمیشه از ترس از بدبختی تا که مردم چوب کنه در خانه بشه نه دیگه از فرار چیزی جور نمیشه دکی خب فعلا خب گوشت تو کرمو شما ایت کنند ولی نه خود سه تا حال نه مرا گرفتن نه اینجا خدا مثلا نه خانه هم در نه تو رو گفتن نه کس دیگره اما همین باقی مردم که یک واره این نماسور از زیاد نی نه منظور تو چی هست؟ منظور از ما اینمیه که از دو که از دیست آدم بگیره و زور رایک نه خب آن منظور جمع که بود بهتر تمام چیز مولاتا رو نمیگه دیگه در مکتب که نکن حتی کلا حتی فرشمرش هم مرا بشایش اسکالی چی مرا سرکاری مرا مکتب اردو مرا ما از تویش خیلی نداریم میلیون ها نفر میره خواند بخوان از ما از توی مهاجره و در چی نداره دیگه بچه‌هاش مدرسه نماره یعنی گفتم اول این صدمه که میدیم مهاجر خورده مخریم از خاطر اولادای مخریم خب اینجا برم اونجا میرم مکتب نه علی فعلا خونیه حداقل از بار دو سرم در ایران خواند دیگه اون دو سه سال فهمید که هان بشاره این سال تازه رفتن یعنی نصف سال الک در مکتب ریا نه تو بماری برو نه به خدا بیش میخوایی میگیم نه خب من مفهمم تو شوخی نه تو چندین دفعه ما رو گفته که رئیسو باری ما نمونم دیگه ما خستهیم از پارسال که ما دیم اینجا چقدر خستگی کشیدیم چقدر برای قاچاق بدبختی کشیدیم چقدر ما علافی چقدر درد رنج کشیدیم که ما اینجا گوش مارم باشه نه اینانی ما نمونم خب دوستا شما بگین نظرات خوب بگین ما خود نظر بگین بریم بهتر گرچه مشکلات زیاده تا اونجا بریم
مخصوصا پیغام بودم صاحب ببر دیگه یوتیوبرها واقعا مشکل داره بعضیاشی دیگه. اما آدمای هم در اونجا هست بیچارگو دیگه همیتر الله توکلیه وان یک ریسک بلش دیگه نور جمع کو راحت بستک بود بخیر. ما یار جمع نموزی خانه ما جمع ننم بلی رفته زکی گوشت واز باشه که منم حالا این چیز کار کنی یادی من کار نگین خدا خیات نی دیگه که من شیشته مونده بلیش دیگه آدی اقل اگه مایدگر داره اگه نفر خارجی داره بلش دلار مایه او داره امو چیز کار کنی منش دوش فقط دلاره؟ اره دلار که داشتی دیگه اونجا که بایی کم جان ناس ده خطر باشه دلار استیز کنی برم کشور من در خانه که بیش هیچ کس تو کار نداره خانه اگه مردی هم پروا نداره خواه خموندی شرایط ای وضعیت مشکل نمونه نداره. سادگی نکن این چیز کار نمیدونم ما کلام تو کماری بور دیگه از ترس برو گشتن نتیمت میشه ما نه برو نه دیگه نه کلاش جمعون خلاصه ما بیم میار جمع کن دیگه در او وقتا بسم نگی که ولی پیران خال من در دامنه من در شال من در این رقم شد دو رقم شد دیگه واقعا ما سرش نمیشه خدای نخواسته اگه باید قدر سادگی نکن دیگه برو ناکی خود خور بزرگ خود خخبخ نکن خب از ما میشنوی او را اگر خود تو میگی ما مورم افغانستان برو نه ما خودم نیه خب سیر کن در ما کس کار حالا ندارم میجم نفر گرفت رایی که توی دنزف نه در ما کس کار ندارم ما خیلی ها میش دفعه نمیش چرا کردیم بول نرایی نه ایش کردیم ما چیز نمیگرنم نخبر تو نمیگرنی سیر تو در خانه ایت نمیگرنی این چی نمیه او قنده کجا بری علی کجا بری باری من کشورم بهتر نه نورمال باور پشیمان میشه این سال پشیمان نشنی سال دیگه پشیمان میشه گفتم اگر کشت اگم برم اونجا بکشه هر رقم شد باید ما خود رقم خود کنیم ما فقط بخاطر آردو بچه یعنی منش که ما تا حال خدا رو شکر کم کارم نشته که از دیست آدم حل کنه شونم ما نمار این تو من میشی این چیز ملک پدریز میه نمیده نه لمو چیز کار ما نمیشه این منجا سایش یک روز خدای نخواسته یک مشکل پیش به یک مریضیش نه یک گپش نه از پاس اونجا دیگه کجا ماری میشی کجا ماری میشی مری حداقل خاک خودت میه کابل غزنی یا جاغوری یک جای مری دیگه صدقی نکو دنیا در این وضعیت نمونه تی بساد نقی خود تیپرک نکو خود کنقی از ما میشنوی قرار سر شو داد بشی این در نظر تمام می آدم ها بشارگور که گرفتن نه مردایش بگیره رد مرز نه آروزه آروزه 30,000 40,000 50,000 شک نکنیسن پولیسی که دیگه تا او لیلک نه مثالش یا مثلا آروزه مرد که باره بدبخت خیلی تو آوزلکو فعلا نظرتی خوبه آدم خود آدم برو بکنه فعلا ما از تو خوی هیچ گرد نشیده نهش کار نشده گپ شنیدم نه گپ شنیدم مور نگرسته تا روش سیه مور نگرسته تا والا این میشم بگیم مستقبل نگرسته وقتی که نگرسته شد چیز نقی خود روی درات نمین من جو وضعیت یک کار نمون نزاکی ولی دنزرت خود جورش نه مکتبا چی؟ جور که نشتار تو چیز کار جای در سینی به نظر از ما بیخی سخته نیست به نظر از ما دوستا واقعا نرخم زندگی سخته حالاتای آدم سردرگم باشد دستایش خیر مادرمان باشد اوصلت نی باید اوصلت نی اگر دیدی که میرقم من در خود ما دیونه نیم که بیشیم که دوستایم به درس بونه کنم کنم ما تلاش درون برای بچه های دوستا خود ولی دوستا شاید شما درک کنین ما را بفهمین شاید گباتی بحثادرم شما درک کنین گب از ما را درک کنین ما دماغ نمارم ما من جای قرار سنگین میشیم هیچ گب نمیشه با امید خدا انشاءالله اگر هم شد خود خیر شد دیگه وقتا اگر دیست مکشل کرد وقتا خیر باز آدم یک کار نهی دیگه اگر خدای نخواسته در روز برسه دیگه میدین توی یک سر سیگه بوده نمیتونی میتونم چند نمیتونم چی رخم؟ سکی گفتم به بعد ناامید نباش ما کسل و میرخم وضعیت خرابه خب دستا شما بگین باز در کامنت بگین بله از مو آیا مو باریم بیشیم او دیگه دوستای تقلب بشمود رخم آلی هم صبح روز خدای نخواسته یک مشکل پیش باید کپشنه سایل کنی بازم روز ما بال نکنیم دوستا سعی کن ننال پیش رو تبیستات ما رو میگه نه این خزران رایش دم میرخم ما رو گفتد اونجا خودش رایی شد باز ما نم از گفت نم شدم من گفتم نه ما از ایران نمارم
از اونجا گفته که آبه بهزاد جان ما مثلا تو خال میگی منم مارم خوش که ده اینچ دم دراسته فلان نمیدانه باز خدای نخواسته یک سنگ بله پایم بخوره یک سنگ بله سرم بخوره یک حادثه و تصادفش نمکاسش روی ما خریشت بیخ باری باز پیش خود فکر کردم گفتم خو خیره بین سلا بلا نیسته ببریم قتل بسی قبل از این گوش کردم از ایران آمدم دوستا که یک دفعی آمدیم باز خدا شکر خدا خیر از مسلمان شد که آمدیم خود دوستا دو فایده اگه پارسال مو نمیمدیم امسال ما راییم که نه خیلی از دوستا آمدن باز دیگه دو باره دو قبل از مو یک دنه اعتبار خیلی نامی جامعه یک حرف خیلی زیشت هم زده تباری از ما که آبه بهزاد از ایران فرار کرده نمیفهم چطور شده چیکار شده خیلی که با فراموش بکنیم دیگه نالی آتی بهزاد را میده حضور شما خوبه که تجریان نشته شما را دیگه نالی این خوبای را در یک موزده که تو کالا را جمع کن بریم دیگه که ما خشپشار در کار بریم میزنیم دوستا مثلا ما میز افغانستان بریم کجا همینجوری باید اگر دو طلبانه بریم وسایل را مثلا موتورهای دولتی مبره دیگه نالی دوستا ما خود دلیم نیه خب اینا رو باز میده پیش از ما را رواز میلنه رای خود رواز میلند مثلا اگر سبا یک گپ شد تو روی سر ما بال نکن مار داپراو نگن یا نگی مثلا خو آدم دوستا آدم منتظر هر کم چیز باشه خو اینا ما میگیم شرایط خرابه ما نمیگیم که خراب نیسته که ما اینجا خاطر رو لش کردیم ما دوستای عزیز شما زید که ما پارسالم ده این میوقتا مو در آخ افتاد کده اعتبار یک سال نشده مو ده چیز بدنم تیم می جماعتی دوستا حالا ما تی بساز میگم خیلی موز خون سرتی خوب کار بگیری از حوصله حساب کار بگیری به خیره که هیچ گپ نمیشه اگر واقعا یک گپ شد خیر وقت دادم کارای مونه هیچ کم شاید نمونه سر تا سر دوستا چیکار کنیم دیگه افغانستان چه کم جایی هست مثلا دوستا کار از ما کسی یوتیوب نه دوستای عزیز دیگه اینجا تی بهزاد که اون ده خودش معلومه که یک شهر گرفته فقط هم نقدر میشن که خانه پاس پشته میشه دوستا که امو زیاد خانه مثلا چیز نشنه برو میزنه یک روزه برو میشه و اونمو یک پیسه یک کیلو ماس یا یک پیسه نان اونمو رو میره باز شکر خدایا ولی در افغانستان که بوری آتی بهزاد هم چیز کار مونه یوتیوب هم که بنش نه یوتیوب هم که مانیک نه چقدر معاملاتی ها اونجا وجود داره نه خودمونش مشیاریم دیگه اینجا خدی اقل گوشه خانه خداگر ویدیو میگیریم اونجا ویدیو میگیریم درسته ولی ما از خیلی جایا شنیدم که ممانعت وجود داره مثلا خیلی گپای جدید هم دست یوتیوبرها دیگر نباید فعالیت کنه یا مثلا در مقابلش تیکس بگیره یا مثلا جواز بگیره جواز هم که نمیدیه مثلا اگر ما افغانستان برم تو مجبور است که این ما را جای به جای کنه دوباره بر خودش ایران دیگه تا غیر از اون نمیشه راسته به نظر از ما بریم بهتره این رقم فایده نداره اوه ما خو نمورم بهزاد این دفعهش دیگه کار کنی ما نمور حالا ما خورایی ما میگیم بری کشت زنده مندی مرد رقم شده مونده کشورخی ده خاخی و هر روزی رقم بدر نمور خدای سخت خب دوستای اینا رو شما شاید سرن هستین باز می رقم دیده برین سعی کنی که اوضاع چی رقم باشه واقعا در نظر از ما اوضاع فعلا در این سر روز بسیار دیگه سر خدی سرخ و قابل در نظر آتیم رم اونجا گفته کرده آبه بهزاد دلش میه آتیم دل زنگ زد بچه اون کلا کلیه جمع کن هر چیز که زکی میگه تو مور گوش کن باشه اون چون آتیم گفتم باشه خود دوستای نال که مثلا شاید زکی بگه بریم نه شاید حق به ای باشه یک زمان علمی مثلا که ما بگیم نه ما نمورم شاید خیر از خوبیز موشنه نه یک زمان هم شاید که آتی بهزاد میگه ببوری شاید خوبیز اون ده خوبیز موشنه یا شاید که ما بگیم نه یه نمیفهمم دوستا ما نمیفهمم بچه ما میگید مندم دیگه نالی از نظر از ما خوازیت تایی قلنم بچه دیگه نالی ما در نظر میگیم دوستا یه رقم در یه رقم جایی در کشور دویدیم که ما زندگی نی واقعا یه رقم سختی داره بلده مهاجر و هر روز شرایط ها سخت شد مرا بلده از ما دیگه زندگی نیم تلقاضی آدم ایدم قید شد مرا ردشت مرا دیگه بسیار سخت میشه دنده نمیانم دوستان ما اینجا خیلی با سختی چیز نیم گذاران امتر نمخوا گذاران امتر نیم اینجا آتا بهزاد چندین دفعه سن ایران رایی شد دوستا باز ما نه ایران هم خیلی همینجا مخاونت میارتیم هر چند که حرف است هر چند که گب است که
که شما در یوتیوب مسخاطی پیسه نتینین یا اونو تومنین کار از ما خیلی یوتیوب شد دیگه باز دوستا وقتی بسا رو من نیشتم گفتم خیر همه کوچه پاکستان حداقل یوتیوبر رو کار نداره مثلا ما میتونم آزادانه فعالیت کنم روزمره بخشم بگرم یعنی میچ فعالیت کنم خیر اونمو یک سر چاوگیلی چا میشه یک روز تیر میشه یک روز بیگاه میشه این از بعد که درسای بچه ها بسته شد یکم ناامید شدم باز گفتم خیر خدا میدونم هیچ گپ نیست دیگه خیر اگه نشد برای بچه ها در خانه معلم میریم درس فارسی دیگه یا مثلا آنلاینی برای زیاد درس میکنیم که درس دیگه یا ایش برای چاره در خیره مثلا کورس انگلیسی رو میمونیم اگر زبان فارسی نشموریم ما را در انگلیسی رو ادامه میدیم شاید این حالت نمونه شاید تو این روزیش کم نشنه شاید این درها همیشه بسته نمونه روید اینا اگر مو رای همیشه رای کج رو بگیریم یا رای فرار رو بگیریم یا رای برافتور رو بگیریم دوستا زندگی خود کن دوستا واقعا خانه جور کد و احمق امی آدم جا به جا شده واقعا سخت است خیلی سخته ما همزی خاطرش ترس میکنیم دوستا دیگه اگر نه خو چرا ملک خود کنیم بهترینه جای خوبه ما نمیگم که بعد مادر پدر ما اینجا دل خوشید ما اینجا ولی دوستا از دیگه نظرها قدم سر منه شرایط خوب نیست برای اسم وضعیت خوب نیست وضعیت مناسب نیست این یارم باید آدم فکر کنه هر رقم که شد ما میگیم نه اونم اینجا باید باشی تا که رقم در ایران باید از اونجا برو کنه پاکستان باید اینجا برو کنه یا ایران امنیت شده ایران پس که مالی؟ ایران امنیت شده خب ایران امنیت نیه ایران از با امنیت بود امنیت مثلا نه مهاجر بور نه دیگه مهاجر کشید خلاص کرد دیگه اینا این دفعه که ویزا واش نموره ایران ما خنجر دارم ویزا واش نه او بازم طول بلده زندگی دو نمیله ولی نیروی کاری کارشیه دیگه ما خب نمورم پس همه واش همه قاسم جا باید مثلا بچه رو مدرسه نیره و چی فایده خب صلاحی شما خاله گفتم نظر از ما خمارم بهتر تو تا نه باری؟ دیگه فایده نداره این چی بخین باید بری منم خب سه